حالا خانواده ما همه میپختن، نه ای که حالا نپزن. مثلا ماهی یه برنج و خورش سبزی میپختن. این برنجش مال دشت لنجون بود، با روغن حیوانی بود، روغن گوسفند بود، روغن گاو بود و برنجش هم مال دشت لنجون بود. سبزیشو میگرفتن خودشون تمیز میکردن، خورد میکردن، ساتوری میکردن و خب خیلی آداب داشت. حالا میپزن خوبه، ولی اون موقع اصلی خورش سبزی ها یه با عطر و طعمی داشت. موقعی که میپختن دو سه تا خونه ای ور و بر ما، مادر بزرگم، ما بچه بودیم، یکی بشقاب میریخ، بشقابمون زمان خب چینی بود و خیلی آنتیک و قشنگ، یه خورش هم میریخ کنارش، میگفت که من و داداشم و پسرم، من میگفت اینو ببر در خونه مثلا حج اسدالله، اونو ببر در خونه حج رجبلی که کارگاه باف داشت، یعنی پارچه بافی داشت، رو بر در خونه ما، اینو ببر در خونه فلانی، بعد سفره پهن میکرد.